فوتبالباز تاجیک محمد سلطانوف بر اساس پرسش نظر مربیان و کاپیتان‌های دسته‌های FNL یا لیگ ملی فوتبال بهترین بازیگر موسم گذشته در این لیگ که بعد PFL یا لیگ اولی لیگ یکم فوتبال روسیه دانسته می شود اعلان شد. خدمات مطبوعات FNL خبر داد که اسم بهترین ها را روز 22 ایون در جلسه ریاست این لیگ اعلان کردند. در موسم اخیر سالهای 2021 و 2022 در FNL سه جای اول را ترپیدا مسکو، فاکل ورونژ و ارنبورگ به دست آورده به لیگ اولی PFL رخصت گرفتند. امسال لیگ اولی را سه دسته ارسنال تولا، روبین قزان و اوفا ترک کردند. بر اساس نتیجه های پرسش نظر کاپیتان ها و مربیان، محمد سلطانوف نیم حمایتگر دسته غالب امساله مسابقه FNL ترپیدا مسکو بهترین بازیگر و الگ واسیلینک سرمربی فاکل بهترین مربی سال اعلان شدند. FNL در شرح این تصمیمش گفت محمد سلطانوف با 15 گل و 12 اسیست بهترین اسیستنت این لیگ شده به ترپیدو کمک کرد که غالب مسابقه امساله شده رخصت مستقیم به لیگ اولی را به دست بیارد. واسیلینک باشد توانست برای فاکل با 47 امتیاز جای دوم را در جدول تخمین کند و نوئل شود که این دسته بعد 21 سال به لیگ اولی برگردد. ویتال بوتنر از ترپیدا بهترین دروازه‌بان، ارتیوم میشانینوف از بالتیکا بهترین حمایتگر، الکساندر زوتوف از اینیسی بهترین حمایتگر و ماکسیم ماکسیموف از فاکل بهترین هجوم کننده سال اعلان شدند. ماکسیم ماکسیموف با 22 گل بهترین نشانزن مسابقه امسال هم شد. FNL همچنین جوئل فامیرو از دسته ارنبورگ بهترین لیگانر یعنی فوتبالباز خارجی سال، ولادیمیر شیتوف را از سپارتاک 2 بهترین فوتبالباز جوان و اندری اکلادنیکوف را از اینیسی کشفیات سال عنوان کرد. محمد سلطانوف 29 سال دارد. او 22 دکمبر سال 1992 در نویه یووان در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده. سال 2002 وقتی که همگی 10 سال داشت همراه اویلش به شهر کامینکی ولایت پنزه روسیه کوچیده است. محمد در پنزه به مشق فوتبال سر کرده و سال 2007 الکی در سن 14 به هیئت دسته آوازه‌دار تسکا مسکو پیوست. او 4 سال در این دسته بازی کرده، سپس سالهای 2012 2013 در هیئت جوانان لوکوموتیو مسکو بازی کرد. محمد سلطانوف سالهای بعد در هیئت دسته های روسی سپارتاک نالچیک، توسنو، شینیک، روتور، نیژنی نوفگورود بازی کرده. سال 2021 با دسته در وقت شورتیار ترپیدو مسکو قرارداد 2 ساله بست و امسال امرو با ترپیدو به لیگ اولی فوتبال روسیه برآمد. همسر محمد سلطانوف کریستینا سلطانووا می باشد. آنها در دوران کودکی در شهر کامینکا شنو شده 3 آگوست سال 2016 ازدواج کردند. چند سال پیش وقتی که محمد سلطانوف در هیئت روتور هنرنمایی میکرد نامش برای یک رفتار جوانمردانه ورد زبان شد. پیش از آغاز بازی که باران مثل اساتیل به بالای مردم میریخت، محمد فوتبال کش را مثل چتر بالای سر دخترک کشید که فوتبال بازان را در مرکز میدان راهنمایی میکردند.